سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاح عیدتون مبارک رو به صورت کامل تجزیه تحلیل کنیم. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. عیدتون مبارک. Bayramınız kutlu olsun. مثلا نگاه کن. Bayramınız kutlu olsun. İyi seneler. Bayramınız. Bayram به معنای عید. انس پسوند فعلی برای شخص سیز هستش. کutlu به معنای مبارک. olsun. olmak به معنای شدن. میگه حالا عیدتون مبارک باشه. iyi seneler. ای به معنای خوب، سنه به معنای سال هستش. لر هم پسوند جمع بستن هستش. میگه نگاه کن. Bayramınız kutlu olsun. iyi seneler. عیدتون مبارک، سال خوبی داشته باشید. نگاه کن. bayramınız kutlu olsun. iyi seneler. خب اینم از این اصطلاحمون. امیدوارم حالا عیدتون مبارک باشه. پیشا پیش عیدتون مبارک. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که هستین.